Kadın gelmek istemiyorum. Duymuyor musun? Yettim be. سریال شهرزاد ترکی قسمت 6 و شیرینی که حامله میشه. اگه این قسمت رو ندیدین با سلوی 17 خلاصش رو با هم دیگه میشنویم. خب سریال شهرزاد ترکی یا سن آقلام استانبول همچنان ادامه داره و هفته به هفته هم داره پسرفت میکنه. قسمت 6 که یک فیلم هندی تمام عیار بود. همینقدر بگم که انقدر جنگ و دعوا و کشمکش و درگیری های بی اساس داشت که بیننده واقعا سرسام میگیره. اول بگم که هیچ خبری از اون شهرزاد آرام و متین که با قدرت تمام از حقش دفاع میکرد وجود نداره. شهرزاد ترکی یا همون شهرزاد فقط در حال بگو مگو کردن و یکی به دو با قباده. قباد ایرانی به خاطر منش شهرزاد رفته عاشقش شد. شهرزادی که بهش لبخند میزد، با متانت صحبت میکرد، کتاب میخوند، بهش نشون میداد که زندگی کردن یعنی چی و قباد حق داشت که عاشقش بشه. اما شهرزاد ترکی توی این مدت همش در حال جنگ بوده و بهتره بگیم تقصیری هم نداشته، چرا که قصه پرداز وقتی برای نشون دادن کاراکتر شهرزاد نداشته. شهرزاد همش درگیر حواشی و بگو مگو با شیرین و قباده. اوج خلاقیت نویسنده که البته بسیار عجیب هم هست لحظه‌ایه که شیرین میره در خونه پدر و مادر شهرزاد و میگه که از قباد حامل است و تو این ماجرا انقدر در مورد زناشویی شهرزاد و قباد حرف زده میشه که داستان واقعا لوس میشه. عجیب ترین جای قضیه همدستی زرین که نقش عمه بلقیس رو داره با شیرینه. عمه بلقیس به اندازه خود بزرگ آقا با درایت بود و میدونست که وجود یک وارث چقدر برای خاندان دیوان سالار مهمه. اما زرین تو بچه بازیای شیرین باهاش دست به یکی میشه و اصرار داره که شیرین حامل است. Ben seni korumakla mesulüm. Hayır efendim, kimse benden mesul değil. Ben kendimden mesulüm. Ay bu kadar zorluyorsun. Ne istiyorsun benden? از طرف دیگه روی قباد و فرهاد از حد گذشته و خیلی لوس شده. تو این قسمت هم قباد و فرهاد دوبار با هم روبرو شدن و به روی هم اسلحه کشیدن. فرهاد ایرانی پس از شهرزاد سعی کرد زندگیشو از نو بسازه و به زندگی کردن ادامه بده. اون با دوستانش شروع به تأسیس و انتشار نشریه‌ای جدید کرد. اما فرهاد ترکی یک پاکباخته به تمام معناست. اون پر از حس انتقامه. از طرفی هنوز نمیدونه که شهرزاد و کماکان دوست داره یا ازش بیزاره. همکاریش با گروه‌های مافیایی و رقیب بویکبی هم از اون چیزاییه که احتمالاً مخاطبان ترکیه بپسندن، اما از نظر ایرانی‌ها خیلی کلیشه‌ایه و جذابیت خاصی نداره. همچنین توی این قسمت توی سکانسی بویکبی وارد اتاق مخفی میشه که اونجا عکسی از شهرزاد وجود داره و در واقع معلوم میشه مثل نسخه ایرانی بویکبی خودش عاشق شهرزاده. یکی از عجیب‌ترین لحظات این سریال برای وقتیه که معلوم میشه قباد و شهرزاد توی اون شب قضایی هیچ رابطه‌ای با هم نداشتن و تو تمام قسمت سریال برای ایجاد کشش کاذب فلشبک‌های پیاپی به اون شب زده میشه. بگو مگوهای شهرزاد و قباد که همش حول محور این چند تا جمله میچرخه هم واقعا سرسام آوره. تو فکر کردی کی هستی؟ من شوهرتم، اینو بفهم. من نمیخوام با تو باشم، میخوام ازت جداشم. نه ممکن نیست، تو متعلق به منی. و این مکالمه که تا پایان اپیزود حداقل چند بار بین قباد و شهرزاد رد و بدل میشه. البته دو تا نکته قابل توجه تو شهرزاد ترکی وجود داره. اولیش مادر شهرزاده که دفاع از دخترش و وایسادن در مقابل حرفای بی منطق جمشید و پاسخهای شسته رفته دادن به شیرین دختر بویکبی واقعا چیزیه که از یک مادر انتظار میره و این مورد رو ما تو شهرزاد ایرانی نداشتیم و بی‌تعارف بخوایم بگیم مادر شهرزاد ایرانی کاراکتر به شدت منفعلی داشت. Ya sen laftan anlamıyor musun? Nereye getirdin ya beni? Ben evime gideceğim diyorum sana. Ne yapıyorsun ya? مورد دوم همیرا خواهر بزرگ شهرزاد و همسرش هست که الحق نقششون خوب در اومده. همیرا همون اندازه رومخ و گاهن حسودی خواهرش رو میکنه، همسرش هم به همون اندازه بی ارزه و بی عقله. هنوز معلوم نیست که فصل دیگه هم در کار باشه یا نه، اما اگر فصل بعدی این سریال رو بسازن به نظرم ما ایرانی‌ها کلاً باید قید تماشای این سریال رو بزنیم. البته شما هم نظرتون رو در مورد این سریال بگید. آیا فکر میکنید این حجم از تنش و بگو مگو و فاصله گرفتن از سناریوی اصلی تو این سریال عادیه؟
مرسی که مثل همیشه همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. خدافظ. Kubat bırakır mısın beni? Benim aslında bunu evlendiğimiz gece yapmam lazımdı değil mi? Kubat delirdin mi ya? Ben seni bırakmayacağım. Ferhat artık kaybedecek bir şey kalmamış bir adam. Böyleleri kırıldığı yerden güçlenir. Biz her anlamda Şehrazat'la karı koca olduk. Şehrazat ve Kubat'ın evliliği bozulmuş. Git karını geri getir. Ne istiyorsun? Gerçekten yapacak mısınız Şirin Hanım? Bazı insanlar düşmeyi hak eder.